رحمان رحیم. نصرت الله هستم از ولایت سمنگان که ما در مدت 2 سال توانستیم یک ژنراتوری بدون مصرف که حتی کدام تیل و کدام انرژی آفتاب، انرژی بطری، هیچ کدام انرژی استفاده ازش نمیشه که خودش استفاده کنه از انرژی خودش، پس خودش دوباره روشن میشه که توسط خودش من میتونم که 3 کیلووات بعد 3 کیلووات دیناموش است دیگه، 1 کیلووات موتورش است که 1 کیلووات از دهی میره و 2 کیلووات دیگه اضافه میمونه. میتونم که از 2 کیلووات برق از استفاده کنم دیگه. اینا دیگه روشن شد وقتی که دینامو اینیش است، موتورش از برق خودش پس دوباره خودش استفاده میکنه، خودش روشن میشه دیگه. اینا ما تونستم که مدت 2 سال میشه که سری از این کار میکنم، زحمت کردم، بالاخره توانستم که از انرژی ازی مستفید شوم. ولی دیناموی ما در برق اومد. اینا رو میتونم که ما از این برق اضافیش استفاده کنیم. این است برق و دیگه هیچ کدام عوارضی نمیکنه اصلا. کدام اگر عوارض مهمش 5 ولت است که 2 دانه 5 ولت داره دیگه، کدام عوارضی نمیکنه که برای دائم یعنی میتونه چالان استاد میکنه که از انرژی خودش دوباره پس روشن میکنه. اگر من امکانات بیشتر داشته باشم اما میتونم که از این بیشتر جور کنم، از این بالاترش. فعلا توی 2 کیلووات است اما میتونم که از این بالاتر جور کنم میتونم. فعلا 2 کیلووات بعد اضافه میتونم که از این استفاده کنم. تشکر میکنم از تمام دوستای عزیز که مرا از طریق فیسبوک یا طریق رسانه‌ها بیننده هستند و میتونم که در صفحه مسیج ما رفته کدام سوالی داشته باشند ما در خدمت هستیم. تشکر میکنم.